الان یه جا ماشینیم قطعات رو خریدیم، یک تعدادی شد 2 تا گلگیر با سینی عقب. این از کاربردهای راکو کی میگه بده؟ همین الان از استوکی برگشتم، مالی نبود. باز یه استوکی دیگه باید برم بعد از اون ساعت 1 کردم. ساعت 3 دوباره راه میافتم میرم دنبالش. گیج خوابم، موام به هم ریخته. ساعت 5 عصر رو استارت بزنیم. کابل صندوق باید بگیرم از استوکی ببرم صافکاری. ماشینم احتمالاً خیلی چیزاش بازه، چک بکنیم و بعدش میذارم.